سلام به دومین ویدیو یوتیوب من خوش اومدید. داستان این ویدیو از اونجایی شروع میشه که من یه شمع خوراکی با کره درست کردم و پستش کردم توی اینستاگرامم. خیلی وایرال شد، کلی کامنت گذاشتن، هم کامنت های منفی بود هم مثبت، ولی بین تمام کامنت ها یه کامنتی بود که خیلی نظر منو جلب کرد. اونم این بود که نوشته بود این کار جالبیه ولی شکلاتیش خیلی چیز جذابی میشه. منم تصمیم گرفتم با کاکائو درستش کنم. من برای درست کردن این شمع شکلاتی شکلات‌ها رو خورد کردم و گذاشتم توی ظرف سس‌خوری، توی یه قابلمه گذاشتمش که پر آبش کرده بودم، گذاشتم که قشنگ ذوب بشه. همین حین که شکلات‌ها بنماری میشد لوازم شمعسازی هم آماده کردم. من یه سری لوازم شمعسازی رو تو خونه داشتم، نگهدارنده فیتیله چسب اینجور چیزا رو داشتم و گذاشتم داخل یه لیوان یه بار مصرف کاغذی با نگهدارنده فیتیله فیکسش کردم. دیگه شکلات هم به حدی که میخواستم ذوب شده بود، ریختمشون داخل لیوان یه بار مصرفم. اینجا هم یکم گند زدم کثیف کاری شد. حالا دیگه وقتش بود 2-3 ساعت بره توی یخچال و بعد از 2 ساعت از یخچال درش آوردم. یکم این مرحله جداسازی لیوان از شکلات ها حساس بود، حس می‌کردم که هر آن ممکنه شکسته بشه یا شکلش خراب بشه، ولی خب راحت در اومد، یعنی از کره هم راحت تر جدا شد که من فکرشو اصلا نمی کردم. خیلی برام جالب بود این قضیه. خلاصه که جدا کردم و حالا رسیدیم به بخش حساس روشن کردنش. اولش همه چی خوب پیش رفت و شمعم روشن شد و خوشحال شدم که موفقیت آمیز بوده، اما کم کم شعلش رو به خاموشی رفت و مشخص شد که فیتیله توی شکلات غرق میشه و کاملا خاموش میشه، دیگه اصلا روشن نمیشه. اصلا با کره قابل مقایسه نبود، کره اصلا این مدلی نبود و شعله تا آخر روشن میموند. خلاصه که بازم سعی کردم روشنش کنم، دیگه اصلا روشن نمیشد و گفتم بذار طعمشو بچشم. حالا این قسمت هایی که آب شده چه طعمی میده که یه طعم سوخته خیلی بدی داشت و این پروژه کاملا شکست خورد و مشخص شد که شمع شکلاتی اصلا ایده خوبی نبوده. من واقعا فکر نمیکردم نتیجه اینجوری بشه، فکر میکردم چیز خوبی از آب در بیاد، ولی فقط شکلاتم حروم شد و وقتم هدر رفت.